салом бинандагони азиз, созаҳои Тоҷикистону ҷаҳонро дар барномаи ахбори озодӣ манзуратон мекунем. Нахуст мурури кӯтоҳ ба сархати мавзӯи имрӯз 29 декабр. қазияи Мадина ниҳоӣ шуд. додгоҳи олии Тоҷикистон гумонбари асосӣ ба азияту шиканҷаи ӯро ба солҳои тӯлонии зиндон маҳкум кард. сокинони Тоҷикистон мегӯянд Болоравии нархи хӯрокворӣ дастархони идонаи имсолаашонро хурдтар мекунад. савдо суст шуд. майонезу нахудро камтар мехаранд, чунки нархҳо боло рафтаанд. имсол мардум оливье намехӯранд. як манзилро ба ду кас фурӯхтанд. шикоят ва нигаронии гурӯҳе аз муштариёни ширкати хусусии Муҳаммад 2009 аз Шеваи корион. اکی دعوا کنیم نه چند بار حکومت رفتیم حکومت رو چهار نمیبینه. додгоҳи олии Тоҷикистон ба қазияи пурсару садои Мадина Мамаҷонова ҷавонзани 32 сола нуқта гузошт. бо қарори додгоҳи олӣ Азиза Давлатова, яке аз гумонбарони асосӣ дар шиканҷаи Мадина, ба 11 соли зиндон маҳкум шуд, вале 1 соли ҳукмашро бар асоси қонуни авф кам карданд. бархе аз фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ аз ҳукми додгоҳ истиқбол карданд, вале бисёре аз корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ онро сабук медонанд. ҷузъиёти бештар дар гузориши Молраҷаб Юсуфӣ. حکم دادگاه عالی تاجیکستان نسبت عزیزه دولتova دیروز 28 دکبر صادر شد. مرافع پس درهای بسته در بینای بازداشتگاه موقتی رقم 1 شهر دوشنبه یا سزا برگزار شد. یک شرکتدار مرافع با شرط فاش نشدن نامش بر ادای آزادی گفت دادستان یا عیبدار کننده دولتی از دادگاه برای عزیزه دولتova 11 سال زندان طلب کرد و دادگاه هم عزیزه دولتova را به 11 سال زندان محکوم کرد. با گفته منبع بر اساس قانون عفو سال 2021 یک سال از حکم عزیزه دولتova را کم کردند. به این ترتیب عزیزه دولتova 10 سال را پس پنجره سپری خواهد کرد. در دادگاه عالی تاجیکستان برآمدن قرار نسبت عزیزه دولتova را تصدیق کردند، ولی جزئیات بیشتر ندادند. یک مسئول دادگاه بر ادای آزادی گفت نسخه کامل حکم روزهای نزدیک به طرفها داده می شود و در صورت ناراضی بودن آنها می توانند به زینه بالای شکایت برند. نظر عزیزه دولتova وکیل مدافعش و هم نزدیکانش نسبت حکم هنوز دسترس نیست. همچنین معلوم نیست که پیوندان مدینه محمدجانova قربانی اصلی در این قضیه تا کجا از حکم دادگاه راضی هستند و آیا آنها نیز از بالای حکم شکایت میبرند یا نه. عزیزه دولتova به سوی قصد کشتار متهم می شود. پیش از این یعنی دقیقاً روز 14 دکبر پرویز دولتov شوهر عزیزه دولتova به 8 سال زندان محکوم شد، ولی بر اساس قانون عفو حکم او را به 5 سال و 2 ماه کم کردند. پرویز دولتov به دوزنگی، عذاب و عقوبت و به خودکشی رساندن عیبدار میشد. نظر او و وکیل مدافعش هم به این حکم هنوز معلوم نیست. عزیزه دولتova و شوهرش پرویز دولتov به اذیت و آزار مدینه محمدجانova یک جوانزن 32 ساله عیبدار شدند که 2 هفته قبل در بیمارستان قریه بالا درگذشت. حادثه شکنجه مدینه محمدجانova به گفته نزدیکانش آخر ماه آگوست رخ داد. مدینه را در حالت کام به بیمارخانه انتقال دادند و او به خود نآمده 2 هفته پیش درگذشت. از او همسر دوم پرویز نام بردند و مقامات گفتند که عزیزه دولتova همسر اولی دولتov او را به چنین حال آورده است. قضیه شکنجه مدینه محمدجانova از آن خاطر سر و صدای زیاد را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد که در آغاز گمانبران این حادثه بر اساس قانون عفو از جوابگری آزاد شدند، ولی بعد مراجعه فعالان جامعه شهروندی به شهردار دوشنبه رستم امامعلی، دادستانی تحقیق قضیه را از سر گرفت و پرویز دولتov و عزیزه دولتova را بازداشت کرد. قضیه مدینه محمدجانova باعث برکناری معاون دادستان ناحیه سینا و هم سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا گردید. молраҷаб Юсуфӣ، نگاره فضل‌الدین، آزادی دوشنبه. رو می‌آوریم با موضوعهای دیگر. اظهارات وکیل ناحیه درواز در هفته گذشته در مورد جدا شدن این ناحیه از ولایت مختار کوهستانی بدخشان با نارضایتی ساکنان ولایت روبرو شد. بیانیه سیاسی پس از پایان یافتن جنگ شهروندی در تاجیکستان بار اول در سطح مجلس ولایتی نمایندگان مردمی ارائه شده است. همکارم میرزانبی خالقزاد موضوع را پیگیری داشت و حالا در کنار من است. درود بر شما. چرا بیانیه وکیل حکیم دولتزاد جنجالی شد؟ ببینید، حکیم دولتزاد در سخنرانی از قبل آماده شده اش اعتراضهای روزهای 25-28 نوامبر را که پس از کشته شدن گلبدین زیابکوف به وقوع پیوست تنقید کرد.
با گفته وی چنین اعتراضات در شهر خاروق از سوی گروه‌های جنایی سر می‌زنند که پیشرفت ناحیه دروازه را خللدار می‌کنند. حکیم دولتزاد افزود که در صورت تامین نشدن امنیت و ثبات در سراسر ولایت آنها آینده دروازه را در هیئت منطقه دیگر می‌بینند. با وجود این دولتزاد در مورد پایمال شدن حقوق ساکنان خود دروازه هیچ گونه دلیل مشخص نآورد. اظهارات وکیل از تلویزیون ولایت بدخشان هم پخش شد. رادیو آزادی با هدف روشنی انداختن و موقع دولتزاد با او تماس گرفتند. او هرچند برای صحبت قبل داد و گفت که من خودم زنگ میزنم، اما دیگر به زنگ‌های بعدی جوابم نداد. بیانیه دولتزاد در بین ساکنان ولایت از جمله ساکنان ونج و درواز ناراضگی خیلی زیادی را برانگیخت و آنها مخالفتشون را به بیانیه وکیل آشکارا در شبکه‌های اجتماعی هم نوشتند، عرض کردند و یک ساکن جماعت نولوند ناحیه درواز به رادیو آزادی گفت که چنین بیانیه به هیچ یکی از ساکن جماعت نولوند موافقه نشده است. درواز 24,000 جمعیت دارد و یک وکیل نمیتواند از نام همه آنها سخن بگوید. آیا میتوانید درباره نظر محفل‌های سیاسی کارشناسان به این بیانیه جنجالی بیشتر اطلاع بدهید؟ واقعا همکاران ما با چندی از کارشناسان و تحلیلگران صحبت کردند و از جمله با پرویز مولاجانوف که با تحلیل‌های بی‌طرفانه شناخته شده است و از جمله گفت که این تنها نظر یک وکیل ولایتی است و آن را دارای اهمیت زیادی نمی‌شمارد. با گفته مهدی صابر، کارمند پیشین مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، شاید این بیانیه تلاش برای لغو خودمختاری ولایت بدخشان باشد که به قبل او موضوع دایره‌های بسته حکومت است. با گفته مهدی صابر، در گذشته در این مرکز نظر کارمندان و تحلیلگران را پرسیدند. مقام مختاری ولایت در ماده 7 سرقانون تاجیکستان ذکر شده است. بر اساس ماده 100 سرقانون تمامیت ارضی دولت تغییر نیابنده خواهد ماند. به گفته علیم شیرزمانوف، معاون سابق رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، هر گونه تلاش برای لغو خودمختاری میتواند بین مردم منطقه اختلاف ایجاد کند. شاید باید ذکر کنم که هیچ یکی از مقامات حکومت مرکزی، رئیس ولایت و رئیس مجلس ولایتی تا حال بیانیه جنجالی وکیل درواز را شرح ندادند و ناروشن است. بله، فهم. سپاس برای صحبت. ولایت مختار کوهستانی بدخشان کل قسمت شرقی تاجیکستان را تشکیل داده با مساحت بیشتر از 64,000 متر مربع بزرگترین منطقه کشور می باشد. طبق امور امسال جمعیت آن حدود 250,000 نفر است. ولایت با افغانستان، چین و قرقیزستان همسرد می باشد. در تاجیکستان سالت الیویه یکی از معروفترین خورش در شب سال نو میلادی است. امسال مردم در کشور از این نوع پیشخوراک کمتر تهیه میکنند، چون میگویند قیمت همه محصولات لازم برای تهیه آن بالا رفته است. گزارش تلویزیونی نستایشی وریمه را کایو مرسیاتو تقدیم میکند. بازارهای دوشنبه امسال در آستانه سال نو سر آدم نیستند. آنهایی که به این بازار بزرگ شهر می آیند میگویند که محصولات اساسی خوراک میخرند و بس تا خرجشان زیاد نشود. شخصانی که هم آمدند با دقت به نرخ‌ها نگاه میکنند، از جمله به نرخ محصولات لازم برای سالت الیویه. قیمت‌ها در مقایسه با سالهای گذشته خیلی بالا رفتند. سالت الیویه رسمی شده که امروز میکنیم الیویه این سالتی هر ساله دسترخوانی نوگودی است. برای همه میکنند. فروشندگان میگویند مردم برای آن بیشتر به بازار برای خرید میآیند که نرخ‌های اینجا در مقایسه با فروشگاه و مرکزهای تجارتی عظیم ارزان تر است. مثال مردم نسبت به دیگر مغازه‌ها ای بازار خریداری میکنند، ارزان است. نسبت به مغازه‌ها 20% ارزان است. ولی در همین بازارها که میتوان سر قیمت معامله کرد، به گفت خود تاجران نرخ‌ها میگزند. امسال به قبل آنها فروش کم شده است. سودا سست شد. مایونز و نخود را کمتر میخرند چون که نرخ‌ها بالا رفتند. امسال مردم الیویه نمیخورند. فروشندگان دقیق نمیگویند که برای تهیه یک سالاد چند پول ضرور است، چون مردم اگر تخم خرند یک باره برای چند روز میگیرند، نه فقط سالاد. نخود و مایونز و دیگر محصولات را یک تایی میخرند.
یک فروشنده نشان داد که خرج تهیه الیویه تخمیناً چقدر می شود. Горошек. Майонез. 26 сомонов, 12 сомонов майонез. Крабовые палочки, 2 пачки, 14 сомонов. Палка колбасы, докторская, отечественный продукт, 55 сомоний. Ячейка яиц, 25 сомоний. Сколько в общем? 132 сомоний. برای خریدن کارتوشک، سبزی و بادرینگ تا 12 سومونی دیگر لازم می شود. در عموم برای تهیه یک پیشخوراک سالینوی تا $12 ضرور است که از ده یک حصه مزد میانه در تاجیکستان را تشکیل می دهد. در تاجیکستان 3/1 اهالی فقیر به حساب می روند و خرج ماهانهشان کمتر از $50 در یک ماه است. $12 هم از 5/1 این پول می شود. شما برنامه اخبار آزادی رو تماشا دارید. گروهی از مشتریان شرکت محمد 2009 ادعا دارند که مسئولین این شرکت به شکایت‌های پیوسته آنها در رابطه با بنیاد هرچی زودتر منزل‌هایشان رسیدگی نکردند. آنها نگرانند که بر اساس شرطنامه طرفین پول خانه را پرداختند، ولی حالا نه از خانه درکی است و نه نمایندگان شرکت مشکل را برایشان شرح می‌دهند. در همین حال رئیس شرکت در صحبت با همکاران ما علیشیر ظریفی و شهلای عبدالله برعکس مشتریان را مسئول تأخیر کاری در کارهای ساختمانی می‌سازد. گروهی از مشتریان شرکت خصوصی محمد 2009 را شیوای کار این شرکت نگران کرده است. این شرکت خانه‌ساز در کوچه بخارا 29 مرکز شهر دوشنبه با بنیاد منزل‌های بلند آشیانه مشغول است. ای کاتلاوان 2015 سال نمیشه چند سال شد زد. هنوز اومدم اینا مجلس. رو اومدم می‌بینم که درچ خوندگان دوینیک پیدا شده است. آخرینم یک خونه مرا یک از دیگه داینم دو روز پیش در چسبونده فروخت دیگه آدم در دیگه. این منزل‌ها به نظر مشتریان باید سالها پیش مورد استفاده قرار می‌گرفت و آنها نیز از مشکل پرداخت اجاره خانه خلاص می‌شدند. خونه‌مو همین دوم 7 سال شد که نه چپرگر دیگه نه رایتی ساختن ندارن. 7 سال شما کوارتیر به کوارتیر از دو کشیده گشتیم. هیچ نگی نه ساختمان کار نکرد است. اگه دعوا کنیم نه چند بار حکومت رفتیم حکومت هم چاره نمی‌بینه. پیش کی رویم نمی‌دونیم چه کنیم. مشتریان میگویند در برابر تأخیرکاری فروختن یک خانه به چند کس آنها را بیشتر در تشویش گذاشته است. سال 2015 شرکت محمد 2009 با ما شرطنامه بست که در آنجا گفته شده است که با ما خانه ها را از آشیانه های 3 و 4 می دهند، اما فعلا ما نه خانه نه کلید و چیزی نداریم. معلوم شد که این آشیانه ها را فروخته ایستادند. مشتریان طلب دارند که نصرت الله قربانوف رهبر شرکت آنها را بپذیرد و مشکل را شرح دهد. در شرکت ساختمانی گفتند بیش از 85% کارهای ساختمانی را به انجام رسانیدند و نباید مشتریان در تشویش باشند. رئیس شرکت محمد 2009 میگوید مشتریان نه همیشه پول خانه را سر وقت میسپارند و این یکی از سبب‌های تأخیر در سپردن بیناها شده است. او ادعای فروش یک خانه به چند نفر را به اساس خوانده افزود که هنگام جابجاگذاری مشتریان بعضی اشتباه‌هایی شده است که اصلاح خواهند شد. و دادگاه شهری مسکو قرار اخراج یک شهروند تاجیکستانро غیرقانونی دانست و آن را بیکار کرد. تشریف بیگ محمد سعیدی 40 ساله از جمله 10 مهاجر بود که اول ماه دکبر بنابر مشکل داشتن در سندهایش بازداشت و به تاجیکستان اخراج شد. دادگاه شهری مسکو روز 28 دکبر قرار دادگاه نویای کوزمین این شهر را بیکار و روی بازگشت دوباره شهروند تاجیکستان را به روسیه باز نمود. محمد جان صابرов حقوقشناس تاجیک است. تشریف بیگ در دادگاه نمایندگی کرده است. گفت بیکار شدن قرار نفری که الکی در وطن قرار دارد کم سابقه است. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. سپاس از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرگزاری‌های دیگر چون همیشه در سامانه رادیوی آزادی گذاشته می شود. فراموش نکنید شما عزیزان را فردا در برنامه سرخط رویدادها منتظر خواهم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.